در طریق القدس با تک تک عاشقان حضرت سید الشهدا علیه السلام. مولا جان، تک تک قدمهایم را نذر فرج شما می کنیم در این صبح جمعه به نیابت از همه شما مردم عزیز و بزرگوار، همه شما عاشقان و دلدادگان حضرت حسین علیه السلام، به نیابت از همه بیماران، به نیابت از همه درگذشتگان سلام عرضه بداریم به محضر حضرت ارباب حضرت سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی.